سلام. سلام. امیدوارم که حال دلتون همیشه خوب باشه. امروز اومدیم خونه مامان فاتی، قراره که برامون یک کاکای خیلی خوشمزه درست کنه. برای درست کردن کاکای کدو نیاز داریم به 3 تا تخم مرغ، بعد دارچین، پیکینگ پودر، وانیل، شیر، شکر، آرد، بعد کدوی پخته شده که من از قبل پختم آماده کردم. اول شکر رو با تخم مرغ رو میریزیم، خیلی هم میزنیم. من 2 تا شکر میریزم، 4 تا آرد، 2 لیوان شکر، 4 تا لیوان آرد، 3 تا تخم مرغ. خب کلا کاکای مامان خیلی معروفه بچه، یعنی با این روش درست کنیم پشیمون نمیشیم. بعد اینو باید خیلی هم بزنیم، شکر و تخم مرغ و کدو چقدر پخته شده تو یخچال میمونه فریزر؟ تو فریزر میتونی 3-4 ماه بیشتر میمونه. میتونی بپزی، مثلا آره، پوره کنی بذاری تو کدو میپزین زیاد میاد اونو میذاریم فریزر برای کاکا بعد. مثلا شکردار مشکلی نداره؟ نه، خیلی بهتر هم هست اتفاقا. از شکر وانیل میریزیم به اندازه نصف قاشق چای خوری که برای بوی تخم مرغ رو بگیره. بعدن چی کدوشو زیاد میکنیم. اینم 1 لیوان، تقریبا 1 لیوان کدو میشه. یعنی برای 2 پیمانه شکر و 3 تا تخم مرغ 2 لیوان کدو کافیه. 1 لیوان. 1 لیوان ببخشید. همینجا اشتباه گفتم. بعدن 1 نصف لیوان شیر میریزیم. اگه کم بود باید میتونی بریزی، بازم میتونی بریزی. نصف یه ذره بیشتر شد اشکال نه. خب الان 4 تا لیوان باید آرد بریزم. 4 تا لیوان آرد. آره. آرد گندم. آره. بعضیشون آرد برنج هم 1 لیوان میریزن، ولی آرد برنج بچه‌های ما سفت دوست میشه، ندارن. نه؟ آره. یعنی حساب برسیم مراحل درست کردن کاکا مثل کیک دیگه، همونجوری باید مخلوط کنی ولی خب اونجوری تو تابه سرخ میکنی دیگه. ولی فکر کنم کاکا سخت‌تره، نه؟ آره دیگه، این باید سر پا بمونی درست کنی دیگه. نسوزه، سرخ. کیک یه بار حل میگیری میریزی میذاری توفه. این ولی باید بالا سرش بمونی که نسوزی. ببین لیوان آخر میخوام زیاد کنم، اون پیکینگ پودر رو باش میریزم. یه قاشق پیکینگ پودر میریزم. با آرد قاطی کردی؟ آره. اگه سختتون میخوای من بیام هم بدم. نه هم میزن. بگو مثلا همه کار انجام.
آره فقط همین هم زدنم همین هم میزنم دیگه دختر جان. یه قاشق پودر دارچین هم میریزم. خیلی خوش عطر میشه. آره این دیگه کارش تمومه دیگه. باید تو تابه سرخش کنی. نیاز نیست اصلا موادش بمونه آماده شده. نه همون لحظه درست کن خیلی خوب در میاد. خب بریم برای سرخ کردنش. روغن بریزیم داغ بشه بعدن کاکا رو بریزیم. زد دستت هم بیاریم نه. بعد در مایتابه رو باید بذاری. آره من میذارم بعدن قشنگ توش بپزی. بچه ها این لحظه انتظاره. داریم صبر میکنیم کاکامون آماده شه. کاکای خوشمزمون. یه دونه بسته محافظی به دیانا بدی. دیانا یکی بسته. یه دونه بسته. یکی بسته دیانا. مامانم برش بخوره بعدش هم ببره صبح بشه دوستم که آخه اون نصف دوست نداره. خب یکی یا نصف بهش بده محافظی. آخه نصف بهش بدیم نصف کنیم بهش بدیم گریه خب چند تا بدم به؟ دو دو تا راضی خوب. نه 3 تا بده یکی برای بابا شب یکی هم برای آلا. خب بابا شب همینجا میخوره. یکی هم فردا برای مامان. باشه عزیزم باشه. داره پف میکنه. کاکای کدو کلا خیلی نرمه. اصلا سردم میشه اصلا اینجوری صفر نمیشه. خیلی خوبه. چه عطری هم داره. یه عطرش تا اینجا اومد. خب یه دور کاکا یه سری ریخت. یه سری دیگه ریخت تو مایتابه. حالا منتظریم که اونم آماده بشه. این کاکا مهران خیلی دوست داره. وقتی میگم ما فرق نمیذاریم بین بچه ها. خیلی مبینا هم خیلی دوست داره. همه دوست دارن. آره همه دوست دارن. مخصوصا باباش که یه تاب پرم باشه میخوره. حالا بابا که عاشق شیرینیه. آره واقعا. دوباره درشو باید بذاری یا نه؟ من میذارم که توش بپزه قشنگ. من همیشه میذارم کتلت یا مثلا کاکا اینجور چیزا رو همیشه درشو میذارم مگر اینکه سیب زینی کوکوی پخته اونن دیگه درش نیازی نیست چون داخلش چون پخته آره. ولی بقیه همه رو درشو میذارم که مغز پخت بشه. این دیگه دور آخره؟ نه بازم هست باید درست کنم. حالا این یه دور میتونید با آره میتونن چای آره چای برزی بچه ها بخورن. دوستای عزیز اینم از کاکای کدومون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حتما درستش کنید و با چای نوش جان کنید و مثل همیشه لایک کامنت سابسکرایب از این تا آموزش و خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار.